چرا شما میخواهید برای مردم درس گویید و من میدونم شما می آموزید دایم و حتی با صرف مبلغی زیاد میرید درس میخونید. حتی این مارکتی که شما رفتید چند پول صرف کردید برای آموختن همین موضوع؟ برای آموختن این موضوع درس‌های ما از 4000 4500 سامان سر میشد. چند ساعت درس؟ 30 ساعت درس، 3 روز درس میخونید. خب. 3 روز مهمانخانه میرید، 3 روز عبید میکنید. ما صرف و چقیمی بسیار هست و من میخواستم برای چی من این چیز درس بستم. همین درسایی که من خوندم خودم کلی نبرود. من تیم دیگر کس بکی همون دیگر کس مبلغ کلونی که من حاضر داده خونده ایستادم ممکن همون مبلغاشون نباشد و وقتاشون نباشد. این شهر دوشنبه رفته مهمانخانه رفته شده مثلا همین چیز من ممکن شرایطاشون نبردارد. استارتاپ ها یعنی که از سری نو سر میکنند یا خواهشی سر کردن دوران رو میترسند. همین چیزهای اگر دونون اگر آسانتر میشه برای همین منطق.